و ایمون می آوریم به آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر دادن به اینکه الله سبحانه و تعالی در سیک آخر شب به آسمان دنیا فرود می آید. و قول مؤلف رحمه الله تعالی و نؤمن بما اخبر به عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم انه ینزل كل لیلة. ایمان داریم یا که ایمان می آوریم که الله سبحانه و تعالی در سیک شب آخر به آسمان زمین فرود می آید. که این حدیث را امام بخاری در کتاب تهجد در باب دعا و نماز در شب ذکر نمودند. همچنین این در امام مسلم در کتاب مسافر این را هم ذکر کردند. پس با قلبهای خود ایمان می آوریم و این را اعتقاد می کنیم و این را حق درست صحیح می شماریم. اینکه رسول صلی الله علیه و سلم اعظم ناس، بزرگترین مردم بر دانستن پروردگارش بودند و راستگوترین مردم و خیرترین مردم بودند و نیکوترین مردم در سخن بودند که خبر دادند رسول صلی الله علیه و سلم اینکه الله سبحانه و تعالی در شب، هر شب بر آسمان این دنیا می‌فراید هنگامی که یک شب آخر باشد. می‌فراید یعنی که الله سبحانه و تعالی با نفس خود می‌فراید بر آسمان زمین و هر فعلی که به سوی الله سبحانه و تعالی اضافه شدگی است پس ما اون را به پروردگار منسوب میکنیم. پس به آسمان دنیا می‌فراید یعنی که نزدیک میشود، به مردم نزدیک میشود. پایانترین آسمان های آسمان چیز دنیا هست. نازل میشود الله سبحانه و تعالی که این یلیق بجلاله، لایق پروردگار عظمت و عظمت خودش است و تصور کردن این و کیفیت این بر انسان ها جایز نیست. و صحابه رضی الله عنهم هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این را با صحابه قصه کرد که فرمودن الله سبحانه و تعالی به آسمان دنیا، نپرسیدند که چگونه نازل می شود ای رسول الله. میدونستند همه این را، ولیکن چیز از باب ادب به الله، ادب با رسول صلی الله علیه و سلم این را پرسان نکردند، چون باور داشتند، اعتقاد داشتند بر اینکه رسول صلی الله علیه و سلم صادق ترین، راستگوترین مردم است. اگر کسی که پرسید که چگونه می‌فراید، میگیم الله اعلم چگونه می‌فرماید، این لایق او سبحانه و تعالی است و تو بدعتکار هستی. چون هنگامی که امام مالک از استوای کیفیت استوای الله سبحانه و تعالی پرسیده شد، گفت که ما اراک الا مبتدعا، من تو را جز شخص مبتدع کسی دیگر نمی‌بینم. ایمان داریم، اعتقاد داریم، باور داریم آنچه که رسول صلی الله علیه و سلم بر ما خبر داد، اما کیفیت آن را چیز در نزد ما معلوم نیست. ایمان می‌آوریم با آنچه که پیامبر برای ما ذکر و بیان کرد. یا کسی سوال کرد که الله سبحانه و تعالی هنگامی که می‌فراید بر آسمان از عرشش خالی میماند، لایق نیست که ما این سخن را بگیم. پس این جز انسان اهل بدعتکار مبتدع این سوال ها را نمی‌کند. این لایق او سبحانه و تعالی نیست این گونه سوال ها را کردن. اگر این لایق می بود صحابه حتما این رو میپرسیدن. پس ما مکلف نیستیم که این گونه سوال ها را کنیم. آنچه که اعتقاد هست، باوری هست، ذکر شده است، ما بر آن ایمان می‌آوریم و دیگر سکوت رو اختیار میکنیم. این واجب است برای ما سکوت رو اختیار کردن، چون علم غیب رو جز پروردگار کسی دیگری نمیداند. اثبات کردن علم غیب بر این پیامبر لازم است و پیامبر برای ما خبر داد آنچه که خبر داد. بر این اکتفا میکنیم و اعتقاد باوری میکنیم بس. و در این مورد علماها رحمهم الله تعالی سه قول رو بیان کردن. برخی از علما گفتن که بله از عرشش خالی میماند، برخی از علما گفتن نه، برخی از علما توقف کردن و شیخ الاسلام در این مورد بیان کرده فرمودن که اینکه از عرشش خالی نمیماند، چون هنگامی که الله سبحانه و تعالی بر بالای عرش استوا کردنش را ذکر کرد، چیزی از این را وقتی از این را استثناء نکرد. در نزد الله سبحانه و تعالی
و آن قدرتی که الله سبحانه و تعالی را ما شناختیم، این در نزد پروردگار یگام ناممکنی نیست. همه چیز در نزد پروردگار ممکن است. الله قادر است، توانا است. اما از آن چیزی که سوال کرده شود، پس از این ما منع کرده شده هستیم. چون پروردگار با مخلوقاتش هرگز قیاس کرده نمی شود. باید انسان زبان خودش را از این گونه چیزها پاک نگاه بدارد. چون این اصل است. چون در حدیث ذکر شد، حین یبقى ثلث لیل آخر، در یک شب آخر شب می‌فراید. پس شب با اتفاق علما است که نشستن آفتاب شب شروع می شود. چون که الله می‌فرماید ثم اتموا الصیام الی اللیل، ای تا نشستن آفتاب. و همچنین رسول صلی الله علیه و سلم بیان کردند که اذا اقبل اللیل من ها هنا، که هنگامی که شب از اینجا در آید، که از مشرق. و ادبر النهار من ها هنا، هنگامی که روز از اینجا دمیده شود، که از مغرب. در دیگر حدیث و غربت الشمس، هنگامی که آفتاب بنشیند شب می درآید. پس شب در لغت عرب علما ذکر کردن دو قول را، یک طلوع فجر و برآمدن آفتاب. اما شبی که شریعت بیان کردگی هست، این شب با طلوع فجر الکی که شب به اتمام رسید. الله تعالی در هر شب به سوی آسمان دنیا فرود می آید و به سوی بندگانش ندا کرده می گوید کسی که ما را دعا کند، پس من دعایش را اجابت می کنم یا که اجابت می گردانم. و کسی که از من حاجت را پرسد، من حاجتش را برآورده می کنم. و کسی که از من طلب بخشش و گناه و مغفرت کند، من گناه او را می پذیرم و می بخشم. این حدیث دلالت بر کرم بودن الله سبحانه و تعالی، سخاوتمند بودن الله سبحانه و تعالی، بر نعمتش و فضلش بر بندگانش می کند که فرمود من یدعونی فاستجیب له، کیست که مرا دعا کند که من دعای او را قبول نمایم. الله در این آیت، در این حدیث ما را تشویق می کند به سوی دعا کردن پروردگار، تنها دعا را از او نماییم. و در دوام فرمود من یسألونی فاعطیه، تنها سوال از پروردگار می گردد، کیست که از من چیزی طلب کند که من بر او بدهم. من یستغفرنی فاغفر له، این دلالت بر آنه که انسان تنها باید از پروردگارش مغفرت طلب کند. کیست که در این تاریکی شب از پروردگارش طلب مغفرت نماید که من او را مغفرت نمایم. پس با سبب آن گناهانی که بدیهایی که انسان انجام داد، الله سبحانه و تعالی با فضل و کرم خود دعوت میکند کیست که از من مغفرت طلب کند تا که من گناهان او را عفو نمایم. چون این سیک شب آخر بر انسان خواب بیشتر غلبه میکند و این وقت قبول دعا و اجابت و مناجات است که بنده با سوی پروردگارش با تمام کمال و قلب و دل و جان و روحش با سوی پروردگارش مناجات نماید، نه از کسی دیگری. و قول سلف و ائمه اهل سنت بر این اعتقاد است که نزول الله سبحانه و تعالی حقیقی است، قول الله سبحانه و تعالی حقیقی است و اجابت نمودن بندگانش دعایشان حقیقی است و عطا کردن پروردگار بندگانش حقیقی است و مغفرت کردن گناهان بندگانش حقیقی است. این وصف پروردگار است. پس بعضی از مردم در این مورد گمراه شدند، بدبخت شدند، گفتند که قول باطلشان را ای امر الله نازل می شود، نه خود پروردگار. مخالفت نمودن بر این قولشان عقیده اهل سنت و الجماعت را، ظاهر احادیث را انکار کرده تغییر دادند. و برخی از دیگر گفتند که از اهل بدعت که رحمت او نازل می شود و دیگری گفتند که ملائکه ها نازل می گردند. ولیکن الله سبحانه و تعالی این را با سوی نفس خود نازل اضافه کرد، نه با سوی ملائکه ها، نه با سوی امرش، نه با سوی رحمتش. سببش این بود که آنها گمان کردند که نازل شدن پروردگار مثل نازل شدن مخلوقش است، همیشه تشبیه میکردند. برای همین در گمراهی و ضلالت افتادند و گمراه شدند و گمراه کردند. و آنچه که رسول صلی الله علیه و سلم بیان کرد نازل حقیقی است، میگیم شنیدیم و اطاعت کردیم و تصدیق کردیم.
مادامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم صادق مصدوق است، راستگوترین مردم است، پس او را تصدیق نمایید. شنیدین این آیت را، حدیث را شنیدین، بگویید که ما شنیدیم و اطاعت کردیم و ایمان آوردیم و تصدیق کردیم و تجاوز نمیکنیم که این حدود را بر اقوال ائمه گمراه و اهل ضلالت. اگر اهل ضلالت بیان که امر الله سبحانه و تعالی میفرماید و درستی که قرآن را آنها تکذیب شمردند، دروغ شمردند، چون الله سبحانه و تعالی خود میفرماید که استعیذ بالله یدبر الامر من السماء الى الارض. الله سبحانه و تعالی از آسمان، در بالای آسمان ها چیز تدبیر تمام امور زمین را بر عهده دارد. نیاز نیست که بفرماید بر زمین بیاید، یعنی بر آسمان زمین نازل بگردد. اگر طایفه دوم بگویند که رحمت الله سبحانه و تعالی میفرماید، این ضلالت و گمراهی است، چون رحمت الله بفرماید پس در آسمان قرار میگیرد، چرا بر زمین نمیفرماید؟ این فایده ندارد خیر. یا اینکه اگر بگویند که ملائکه ها میفرمایند، پس چه کسی از مخلوقان این گونه توانایی قدرت دارد بگوید که کی مرا دعا میکنه پس من دعای او را اجابت کنم؟ معلوم است که ملائکه ها بهترین معصوم هستند. آنها از برای عبادت الله سبحانه و تعالی خلق شدند و کسی از آنها این دعوای الوهیت را هم نکرده است. ممکن است که این دعوا را همچنین بکنند، این ناممکن است. سلف صالح رحمهم الله تعالی این گونه نازل شدن رحمت یا که ملائکه ها غیر اینها را انکار کردند. برحذر می‌داره مردم را، باز برحذر می‌داره مردم را و باز برحذر می‌داره مردم را از مخالفت نمودن آن نصها، آن آیه ها و احادیثی که در باب اسما و صفات است، از ظاهر آنها را تغییر می‌دهند. هنگامی که عقل‌های شما اگر این را فرا نمیگیرد، پس آنچه که از الله و رسول الله ثابت شده است این را اقرار نمایید، تصدیق نمایید که نجات بیابید. چگونه که ما می‌دانیم که در روز قیامت آفتاب بسیار نزدیک میشد به انسان‌ها، حتی عرق انسان‌ها را غرق می‌کند. آیا در این دنیا این ممکن است؟ نه. امور آخرت از امور دنیا فرق می‌کند. امرهای غیبی از امرهای واضح روشن فرق می‌کند. الله سبحانه و تعالی ما را از امرهای غیبی خبر نداد مگر چیز اندکی و عقل انسان، هوش انسان، درک انسان، علم انسان با این چیز هم نمیگیرد. پس ایمان بیاور و تسلیم فرمان الله سبحانه و تعالی بگرد و همچنین ایمان می آوریم به اینکه الله سبحانه و تعالی روز قیامت، روز رستاخیز به نزد بندگانش خواهد آمد و بین آنها قسمت میکند و آنها را حساب و کتاب خواهد کرد. چگونه که الله سبحانه و تعالی در محکم آیاتش میفرماید: کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا. و با همه این ایمان می آوریم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ترجمه: نه، هرگیز چنین نیست که میگویند چون زمین شکسته شود و پاره پاره گردد و پروردگار تو برای حساب کتاب خلقش آید و فرشتگان صف صف حاضر شوند و در آن روز جهنم را حاضر آرند، کافر پند گیرد و توبه کند و چی جای پند گرفتن باشد. یعنی آن روز دیگر برای انسان دیگر پند نصیحت دیگر فایده نمیدهد، توبه انسان دیگر قبول نمیگردد. و با همه این ما ایمان میآوریم و تصدیق میکنیم که چگونه همچنین که ما این رو دیده ایستاده ایم با چشمان خود، یقینا این رو دیده ایستاده ایم.
چون این رو الله برای ما خبر داد و هر آنچه که الله سبحانه و تعالی خبر داد خبر او راست است و درست است و در آن شک و تردید نیست. گاهی می شود که انسان یک چیزی ایستاده رو در حرکت می‌بیند یا سفید رو سیاه می‌بیند یا غیر این، اما آنچه که الله خبر داده است این حق است، یقین است و درست است، صحیح است، در این شک تردید نیست. و در آن روز الله سبحانه و تعالی در روز رستاخیز به نزد بندگانش آید. این صفت است که الله سبحانه و تعالی در این سوره، در سوره فجر ذکر کرد که در آن روز نه سنگ خواهد ماند، نه کوه و نه دریای، چیزی نخواهد ماند. چون در آن روز زمین تکانی سخت بگیرد و بار دیگر تکانی سخت شود. تأکید کرد در اینجا که پاره پاره همه چیز بر خاک و خاکستر تبدیل خواهد شد. و به ظاهر این آیه هایی که هست ما به همه این ایمان داریم. و جاء ربک، و پروردگار تو خواهد آمد. به ظاهر این ما ایمان می آوریم. نفس پروردگار، خود پروردگار در آنجا حاضر می شوند. چون الله سبحانه و تعالی این را به نفسش اضافه کرد، وصف کرد این را. در بیان این با ملائکه ها را ذکر کرد که ملائکه ها همچنین ظاهر حاضر خواهند شد. مراد از این جنسی ملائکه است. تمام ملائکه حاضر می شوند. تمام ملائکه هایی که در تمام آسمان ها قرار داشتند همگی در آنجا حاضر خواهند شد. صف گرفته حاضر می شوند. اهل سما، آسمان یکم صف می گیرد، آسمان دوم صف می گیرد، همچنین تا اخیر. و جیء یومئذ بجهنم، که در آن روز جهنم حاضر خواهد شد. آن را حاضر میکنند که با 70,000 لجام ملائکه در دست دارند، آن را حاضر میکنند که از هر لجام این 70,000 ملائکه در دست دارند. این قدر عظیم است، قدرت دارد که در آن وقت قلب ها فرار میکنند، در حالی که دیگر برای کافر و منافق دیگر نجات نیست. آتش قلب های آنها را فرا خواهد گرفت. و در این روز تمام انسانیت در خوف و ترس و لرزه است. کسی نمیدونه که مسیر او کجاست، چون تا حال بیان نشده است که در آن روز دیگر انسانیت کافر پند میگیرد، عبرت میگیرد که دیگر برای وی این فایده ای نخواهد رسانید. چون عبرت گرفتن و پند گرفتن این در دنیا بود که بر این تصدیق نکرد، باور نکرد سخن الله و رسول الله را، همه را تغییر و تبدیل داد و در آن روز دیگر برای وی فایده ای نخواهد رسانید. پس این است بعضی از آیه های الله سبحانه و تعالی در اثبات نمودن آمدن پروردگار حقیقتا در روز قیامت. و در آن روز الله سبحانه و تعالی خواهد آمد و تمام ملائکه همچنین می آیند، اما کیفیت آمدن آنها برای ما معلوم نیست، چون این را نه الله بیان کرد نه رسول الله، اما آمدن او حقیقتا برای ما بیان واضح و روشن است. نظر کنید بر این صحابه گرامی قدر رسول صلی الله علیه و سلم. آیا ما از آنها بیشتر محبت بر علم داریم؟ آیا ما از آن بیشتر الله و رسول الله را تعظیم شماریم؟ علاوه بر این آنها اقرار کردند، تسلیم شدند و چیزی سوال نکردند از کیفیت آن. برای ما این صحابه الگو هست، نمونه هست. پند بگیرید ای پندگیرندگان. اگر این آیه ها و احادیث اگر در نزد یک انسانی که عجوز است، سین و سالش رفته است، پیر است، اگر خوانده شود، بدن او در تپش در آورده در لرزه میآید از ترس الله سبحانه و تعالی و ایمان می آورند که این حق است، درست است، آمدن پروردگار و دیگر صفات الله سبحانه و تعالی. پس ما و تو را چی شده است ای بنده؟ چی شده است شما را؟ کی مجبور کرده است که اینها را تغییر بدهی و تبدیل بدهی؟ الله می‌فرماید که اگر حق از هوا و حواس اینها پیروی نماید، آسمان ها و زمین همه فساد و نابود می‌گردند و آنچه که در بین اینهاست، پس ما بر آنها این ذکر را آوردیم در حالی که آنها از این ذکر روی گردانیدند. نعوذ بالله من ذلك. از پروردگار عظیم و شان امید دارم که این امور بر مردم آشکار و واضح و روشن بگردد. این امور غیب است که در آن قیاس نیست و هیچگاه به مخلوقاتش قیاس درک کرده نمی شود.
و ایمان داریم به آنچه که از جانب پروردگار نازل شد و با احادیث صحیح رسول صلی الله علیه و آله برای ما بیان کردند. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه.